برنامه خبری و تحلیلی از رادیو آزادی درباره آنچه در تاجیکستان و جهان می‌گذرد. من مومین احمدی هستم. سلام. نگاه کوتاه به محتوای برنامه برای روز 7 دکبر. چرا در نقلیات جمعیتی تاجیکستان تقریبا هر روز جنجال و دعوا و دشنام است؟ گناهکار مسافرانند و یا رانندگان؟ میشینن پوچه‌شون در بالای ترپه ماشین میمونن یا که اترزا بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تکشو. وکیلان مردمی امریکا طرح کمک به اوکراین و اسرائیل را که در حال جنگ هستند قبول نکردند. کاخ سفید پافشاری دارد. در تاجیکستان قیمت انگشت یک سوزشواری مهم مردم در زمستان بالا رفت. مردم چی میگویند؟ ولی نمیشه قرض میکنی چیکار کنی مگرم بگیری برای که خانه در کودک مایده. پیوندان گروهی از جوانانی که در تاجیکستان با گناه تبلیغ پورنوگرافی از 5 تا 8 سال زندانی شدند برای بازبینی حکم از حقوقدانها مدد خواستند. یک وکیل مدافع روزی 6 دکبر بر رادیو آزادی گفت زندانیان 27 نفر و از 9 منطقه جمهوری هستند. آنها را بهار و تابستان امسال بازداشت کرده و ماه یونی امسال جزا دادند. وکیل دفاعی که رادیو آزادی هم صحبت شد به دلایل اخلاقی نام والدان و زیرحمایگانش را فاش نکرد. او گفت این افراد در یک گروه خصوصی و بسته اینترنتی به یکدیگر عکس و ویدیوهای بدن عریان و یا اعضای تناسلشان را فرستاده عملهای همجنسگرایانه انجام میدادند. والدان محکوم شده ها فرزندانشان را بیگناه می‌دانند و می‌خواهند حکمشان بازبینی شود. در گذشته بعضی از همجنسگرایان را در تاجیکستان اساساً با گناه پنهان کردن بیماری‌های سیرویتی دستگیر کرده بودند، ولی بازداشت گروهی آنها کم سابقه می‌باشد. رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر 2 راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی را برای دشنام دادن مسافر از کار راندند، دیگری را برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر جریمه بستند. نقلیات جمعیتی دوشنبه پیوسته شاهد دعوا و کشمکش رانندگان و مسافران می شود. چرا؟ ملا رجب یوسفی و امیر ایسوف این موضوع را به بررسی گرفتند. این حادثه 27 نوامبر در نزد بازار مهرگان رخ داد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. راننده از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سامانی جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چه گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. گفتی؟ این یک نمونه دیگری بحث و دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه است. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان نهادی نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس ها خبر می‌دهد. چنین 10 سامان میروه چنین 100 سامان غمت میته. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو می شود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. مسافرای هست که میشینن پوچه‌شون در بالای ترپه ماشین میمونن یا که اترزا بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تکشو باید نمود گپ میزنه که میگوید که تا قرضوری. این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامera یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه ساکن دوشنبه میگوید بارهاست با رانندگان بحث و دعوا داشت. تاکسی هم سوار میشه نرخ زیاد میگن چه قطعی کار نمیکنن. هم نصیبت اقلت میکنن ما هم عطوه دوده هم میتونیم رنگی باید. منم چند بار جنگ شدگی هستم. برای چی؟ برای که بسیار آدم بار میکنن به هم دیگر روی هم برای هوای. در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت میرسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. رسلان سرباززاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحث‌ها بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند.
این مصاحبه ما راه حل را چنین می‌بیند. اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشدن، چه راننده چه مزاج، باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یگان کس انسان غیر عادی نیست. مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین‌ها در نقلیات‌های جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصان تصادفی به این بخش راه نیابند. ملا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی دوشنبه. وکیلان مردمی آمریکا طرح حکومت برای اختصاص کمک مالی به اوکراین و اسرائیل را قبول نکردند. آنها میگویند که اول باید به امنیت داخلی آمریکا بخصوص محافظت مرزها و راه ندادن به مهاجران غیرقانونی اهمیت بدهند، سپس به مشکلات خارجی. همکارم کیومرث عطا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. سنات یا پالاتای بالایی مجلس آمریکا طرح قانون را درباره میلیاردها دلار یاری به اوکراین و اسرائیل نپذیرفت. نمایندگان حزب جمهوری خواه در سنات برعکس برای نظارت جدی مهاجرت به آمریکا پول بیشتر خواستند. رهبر جمهوری خواهان در سنات با اشاره به افزایش مهاجرت غیر قانونی از سرحد مکزیک گفت که جلسه باید با نظرداشت منفعت‌های ملی آمریکا آغاز شود. در این طرح برای امنیت مرزهای آمریکا 20 میلیارد دلار، برای کمک نظامی و بشردوستانه به اوکراین 60 میلیارد دلار و به اسرائیل 14 میلیارد دلار پیش بینی شده است. به این طرح 51% از اعضای سنات مخالف برآمدند. تصدیق طرح کمک به اوکراین و اسرائیل چند هفته باز به بنبست دچار شده است. همه نمایندگان جمهوری خواهان در سنات و هم سناتور مستقل برنی ساندرز به این طرح مخالفت کردند. چک شومر سناتور از حزب دموکرات نیز به ضد طرح صدا بلند کرد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 6 دکبر هشدار داد که پیروزی روسیه در اوکراین به مسکو امکان می‌دهد به کشورهای دیگری عضو ناتو حمله کند و به این واسطه پای نظامیان آمریکایی را به جنگ کشد. اگر پوتین اوکراین را بگیرد با این قانع نمی شود. او دوام می دهد. تاریخ به آنهایی که از محافظت آزادی پشت گرداندند بها خواهد داد. ما نباید به پیروزی پوتین اجازه دهیم. ساکنان کیف میگویند که از تأخیر در کمک‌های نظامی نگران هستند و الکی تأثیر آن را حس می‌کنند. الکی این احساس می‌شود. یک دوستم به قریبی در جنگ کشته شد. به ما لازم است که زودتر یاری رسانده شود تا از مرگ نظامیان بیشتر پیشگیری کنیم. البته ما از کشورهایی که به ما کمک کردند سپاسگزاریم، ولی در این شرایط باید سناتورها زودتر راضی شوند. کنگره آمریکا از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 100 میلیارد دلار کمک را به اوکراین تصدیق کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین میگوید تأخیر کمک به اوکراین تهدیدی بزرگ برای این کشور است و این زمینه پیروزی روسیه را فراهم میکند. اوکراین امسال اعلام کرده بود که از موقع دفاع به حمله جوابی به ضد نیروهای روسیه میگذرد، اما نتوانسته است نیروهای روسیه را در خط پیش جبهه به عقب نشینی وادار کند. حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه نو قصد دارد صدها نفر زن و کودکی را که از سوریه آورده است به زندگی عادی برگرداند. گروهی از شهروندان کشور را که شاهد جنگ و خونریزی و یا مغزشویی و افراطی شدند. برنامه مخصوص چند پیش تصویب شد و همکارم میرزانبی خالقزاد که موضوع را پیگیری کرد در استودیو با ماست. میرزانبی سلام، خوب جزئیات برنامه چی است؟ درود مومین، سلام به بینندگان گرامی. این حجت رسما برنامه برقرارسازی به حیات مقرری مطابق نمودن و به جای کار و تحصیل تامین نمودن زنان و کودکان از منطقه‌های عملیات‌های جنگی برگردانیده شده برای سالهای 2023-2027 نام دارد. عملکردهای دولت را در این بابت فرا می‌گیرد. برنامه آخر ماه سپتامبر قبول شد و چندی پیش نسخه آن به دست ما هم رسید. و مهمترین نکته آن اصلاح کردن یا صحیح‌ترش از بین بردن عقاید افراطی برخی از زنان و کودکان است، ولی همچنین یاری‌های طبی و روانی و کمک برای یافتن کسب و کار را هم در بر می‌گیرد.
زبان و بیان برنامه نشان می‌دهد که حکومت باور ندارد به نظارت و تربیت درازمدت تغییر دادن نظری یک قسم این زنان و نورسان ممکن خواهد بود. بر اساس این سند دولتی قبل از دادن کودکان به نزدیکانشان سالمی عائله و سطح خرافات پرستی آنها باید سنجیده شود. کودکانی که در تاجیکستان خویشاوند ندارند در مکتب‌های مخصوص جای داده شدند و آنها باید درباره وابسته به این برنامه همچنین آمده است مقامات مسئول باید بکوشند تا از تبعیض به زنان و کودکان برگشته در جایهای استقامت و مؤسسه‌های تعلیمی پیشگیری شود. میرزا نبی، اجرای این برنامه در عمل چگونه پیش بینی می شود؟ بر پای این سند کارمندان خدمات امنیتی، روانشناسان، روحانیان و مشاوران از خدمات اجتماعی با زنان و کودکان از سوریه و عراق بازگشته کار میکنند. بنابر نقشه هر روزه به این گروه زنان و کودکان درس خویشتن شناسی، موسیقی، ادبیات بدیعی و زبان دولتی میآموزند و با آنها یاری روانی میرسانند. نمایندگان دادستانی، کمیته های دین، جوانان، کار با زنان و عائله، دانشکده اسلامی و با این گروه کودکان و زنان کار میکنند. تا پایان برنامه بازگشتشان در مؤسسه های دولتی عمدتاً آسایشگاهان نگاه داشته می شوند، یعنی عملاً آزاد نیستند. و سوالی آخرین تا مسئله برای بینندگان عزیز پورا روشن شود، میرزا نبی بیان داریم که سخن از چی تعداد زنان و کودکان می رود؟ ببینید تا حالا یعنی از سال 2019 تا امروز 334 زن، نورس و کودکان از منطقه‌های جنگ زده سوریه و عراق به تاجیکستان برگردانیده شدند. این هم گفته می شود که اکثریت آنها به واسطه در جنگ‌ها شرکت نکرده همراه با شوهر و پدرشان که به گروه وحشت افکن دولت اسلامی پیوستند به سوریه و عراق رفته بودند و هنوز هم شمار از آنها در اردوگاه‌های سوریه و زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند. این است. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد صحبت میکرد و درباره برنامه نوی تاجیکستان در رابطه با زنان و کودکانی که از عراق و سوریه به تاجیکستان آورده شدند. نرخ انگشت یک نوع سوزشواری که در تاجیکستان بسیار استفاده میکنند بالا رفته است. اکثر ساکنان برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان انگشت میخرند چون نیروی برق نه همیشه درست تامین میشود. سبب چیست که قیمت انگشت حالا بالا رفته است؟ گزارش علیشیر ظریفی و براد یوسفی در همین باره است. در عرفه فرارسی فصل سرما نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان و خصوص در دهات بالا رفته است. تاجران میگویند اما این بالاروی باعث کاهش مشتریانشان نشده است. ما انگشت فونقنو عینی 650 بود. اصول این سال 750 میخریم، اینجا میام 1200 میفروشیم. 1350 1200 میفروشیم. یک تونشه. یکی از سبب‌های بالاروی انگشت رو جمشید قربانوف و بالاروی نرخ مواد سوخت از جمله سالیارکا ربط داد. همچنین به گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته است و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند هرچند نرخ انگشت بالا رفته است اما علاج جز خریدن آن را ندارند. ولی نمیشه قرض میکنی چیکار کنی مگرم بگیری برای که خانه در کودک مایده وای آزی همین 2 تن 3 تن هم خیلی میگیریم خیلی واسه با زمستون سو کاته باشه کم میروه. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمود. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کم بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. در سال گذشته استخراج انگشت از سوی 14 کارخانه در 11 کان نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است. همچنین به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان مقدار کم انگشت وارد می شود که اساساً در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده. نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. با خبرهای نو و تازه در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب و ادنا کلاسنیکی آشنا شوید. همکاران ما خبرهای جهان و تاجیکستان را پیوسته پیگیری و دوام روز نشر میکنند. شما هم با ما خبر فرستید. خدا نگهدار شما.